سلام، در نخست سرخط خبرها. افزایش بی‌پیشینه‌ای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان. سازمان بین المللی مهاجرت از 15 برابر شدن شمار بازگشت کنندگان خبر داد. پاکستان به عنوان یک کشور میزبان وظیفه دارد که شرایط زندگی این مهاجران را بهبود ببخشد. گسترش داد و ستد میان کابل و تهران. سرپرست سفارت ایران در کابل خواستار افزایش واردات از افغانستان شد. بالاخره افغانستان ورته ډیر ښه بازار ده او افغانستان ته کولی شي خپل توکي راواستوي. و توقیف کشتی ایرانی در آستانه پایان مهلت آتش بس. تهران این اقدام واشنگتن را راهزنی دریایی خواند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 حمل 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 20 اپریل 2026 میلادی. مشروع خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت از جهش بی‌سابقه آمار بازگشت کنندگان افغان پس از بازگشایی گذرگاه‌های مرزی خبر داده است. این سازمان اعلام کرده است که در 3 ماهه نخست سال 2026 شمار افغان‌های بازگشته از پاکستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 15 برابر افزایش یافته است. آناهیتا اندر گزارش می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال 2026 شمار افغان‌های بازگشته از پاکستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 15 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش این نهاد تنها در 2 هفته اخیر تعداد بازگشت کنندگان از 2320 تن به بیش از 42000 نفر رسیده که این افزایش پس از بازگشایی گذرگاه تورخم و سپین بولدک صورت گرفته است. در روزهای اخیر به دلیل افزایش مشکلات مهاجرین افغانستانی در پاکستان تعداد زیادی از آنها به افغانستان بازگردانده شدند. این موضوع باعث شده تا نیاز به کمک‌های فوری برای این افراد بیشتر شود. در همین راستا انتظار می‌رود امارات اسلامی افغانستان و نهادهای مسئول همراه با مؤسسات داخلی و خارجی خدمات لازمی مانند سرپناه، خدمات صحی، زمینه کار و برنامه‌ریزی ادغام در جامعه را برای بهبود زندگی مهاجرین بازگشته فراهم. همزمان ایتالیا بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است که با سازمان بین المللی مهاجرت همکاری خواهد کرد تا در بخش‌های مختلف و ویژه کمک‌های بازگشت کنندگان به ویژه کمک به بازگشت کنندگان برنامه‌های حمایتی اجرا شود. در مدت نیاز است تا روی بخش‌های عمده مثل صنعت، زراعت و فناوری که یاد کنندگان میتونه تجربه خوبی هم داشته باشند سرمایه‌گذاری صورت بگیره تا بتونن در بدل کار مزد دریافت بکنن. در همین حال شمار از فعالان مهاجران خواستار رعایت برخورد انسانی، ارائه خدمات ابتدایی و جلوگیری از تبعیض شدند و تاکید کردند که پاکستان باید در چارچوب تعهدات بین المللی خود اقدامات عملی انجام دهد. پاکستان به عنوان یک کشور میزبان وظیفه دارد که شرایط زندگی این مهاجران را بهبود ببخشد و از جمله امنیت، خدمات آموزشی، بهداشتی و حفظ کرامت انسانی آنها. رعایت حقوق مهاجران را نه تنها که یک وظیفه اخلاقی است بلکه ثبات اجتماعی و امنیت منطقه را نیز تقویت می‌کند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که با افزایش تنش‌های سیاسی میان کابل و اسلام آباد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان به طور قابل ملاحظه وخیم‌تر شده و گزارش‌ها از افزایش فشارها و محدودیت‌ها در دسترسی آنان به خدمات ابتدایی حکایت دارد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان بر افزایش واردات کالاهای افغانستان به ایران تاکید کرده است. او از بخش خصوصی ایران خواست تا در سال روان خورشیدی زمینه گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور را فراهم سازند. باز هم آناهیتا اندر. در ادامه تلاش‌ها برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان، علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی زنجان بر تمایل تهران برای افزایش واردات کالاهای افغانستان به ایران تاکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه بازار افغانستان از سکتور خصوصی ایران خواست تا در سال 1405 فعالیت‌های خود را در افغانستان تقویت کرده و زمینه توسعه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور را
فراهم سازد. ایران چې نورو هیوادونو ته نشي کولای چې تحریمونه لاندې دي دوی خپل صادرات او واردات او تجارت ولري، بالاخره افغانستان ورته ډیر ښه یو بازار ده او افغانستان ته کولای شي خپل توکي راواستوي او د افغانستان لري هم کولای شي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره تجارتي اړیکه ولري. نو په دې اساس باندې هم افغانستان ضرورت لري چې له ایران څخه واردات او صادرات ولري، هم ایران غواړي چې خپل توکی افغانستان ته راورسوي. در همین حال آگاهان تاکید میکنند که با وجود درگیری های جداگانه ایران با امریکا و افغانستان با پاکستان روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور همچنان ادامه یافته و تجارت میان ایران و افغانستان روند رو به گسترش داشته است. د ایران څخه خپل داخلي تجارت هم زموږ د پخوان هم ډیر خو او اوس هم زیات شوی دی. تقریبا د زموږ داخلي تجارت د 3.9 نه تر 4 میلیارډ ډالر پورې د ایران څخه زیات شو او ترانزیت هم زموږ اکثره مالونه چې په کراچۍ کې بند و هغه ټول بندر عباس د لارې نه بیرته افغانستان ته انتقال شو. این روابط چه از نگاه تجارت، چه از نگاه روابط سیاسی و چه از نگاه همکاری مذهبی و کلتوری و فرهنگی و اقتصادی به نفع هر دو کشور و روابط نیک در منطقه و دوستان نزدیک استراتژیک پروگرام های اقتصادی و سیاسی و نظامی هم دیگر تمام خواهد شد. این در حال است که پس از مسدود ماندن گذرگاه های تجاری و ترانزیتی با پاکستان تنها در 6 ماه گذشته سال 1404 حجم تجارت افغانستان با ایران به 1.6 میلیارد دلار رسیده است، رقمی که از 1.1 میلیارد دلار تجارت افغانستان با پاکستان بیشتر بوده است. و در خارج از کشور، در حالی که تنها 2 روز تا پایان آتش بس میان امریکا و ایران باقی مانده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که نیروهای امریکایی یک کشتی ایرانی را توقیف کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این اقدام را راهزنی دریایی خوانده و از پاسخ قریب الوقوع خبر داده است. عبدالله بصیر. 2 روز مانده تا پایان آتش بس، در حالی که ساعتها به سوی نقطه صفر نزدیک می شوند، نشانه ها از فروپاشی تدریجی یک آرامش شکننده حکایت دارد. آرامشی که حالا بیش از هر زمان دیگر زیر سایه تهدید، ابهام و صفرایی نظامی قرار گرفته. در تازه ترین تحول، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک کشتی باری با پرچم ایران را پس از بی‌توجهی به هشدارها با شلیک توقیف کردند. این کشتی تلاش داشت تا از محاصره دریایی امریکا عبور کند. خدمه ایرانی به هشدارها توجهی نکردند. بنابراین کشتی نیروهای دریایی ما ایجاد سوراخ در موتورخانه آنها را درست در مسیرشان متوقف کرد. به دلیل سابقه قبلی فعالیت غیر قانونی تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار داشت و تفنگداران دریایی در حال حاضر در کشتی هستند. در مقابل، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این اقدام را راهزنی دریایی خوانده و از پاسخ قریب الوقوع خبر داده است. امریکای متجاوز با نقض آتش بس و راهزنی دریایی با شلیک به سوی یکی از کشتی‌های تجاری ایران در آب‌های دریای عمان و از کار انداختن سیستم ناوبری آن با پیاده کردن تعدادی از تفنگداران خود روی عرشه شناور یاد شده، آن را مورد تجاوز قرار داده است. در سطح دیپلماسی نیز نشانه‌هایی از تشدید بی‌اعتمادی دیده می‌شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تهدیدهای واشنگتن را نشانه بدنیتی دانسته و تأکید کرده که تهران برای صیانت از منافع خود از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد. تهدید بنادر و سواحل و شناورهای ایرانی، لفاظی‌های تهدیدآمیز، طرح خواسته‌های نامعقول و تناقض‌گویی‌های مستمر، نشانه‌های روشنی از بدنیتی و عدم جدیت امریکا در دیپلماسی است. جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های خود برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران استفاده خواهد کرد. در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ادامه‌دار بودن تقابل با ایران سخن گفته و تأکید کرده که همه چیز تمام نشده است. ما در دوره از چالش‌های بزرگ و پیامدهای بزرگ قرار داریم. ما درگیر نبردی در کنار ایالات متحده علیه استبداد بزرگ ایران هستیم. دستاوردهای عظیمی داشتیم. هنوز همه چیز تمام نشده و هر لحظه ممکن است تحولات تازه‌ای را شاهد باشیم. در همین حال کاخ سفید از اعزام هیئتی به اسلام آباد برای دور تازه مذاکرات خبر داده و حتی نقش آفرینی جی دی ونس در رهبری این گفتگوها را تایید کرده. اما ابهام درباره
حضور ایران سایه سنگینی بر این تلاش‌های دیپلماتیک انداخته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران دست کم تا زمانی که محاصره دریایی ادامه داشته باشد تصمیم برای اعزام هیئت ندارد. در کنار این تحرکات سیاسی، نشانه‌های میدانی نیز نگران کننده است. جابجایی ناوهای جنگی، ایجاد یک پل هوایی کم سابقه برای انتقال تجهیزات، پرواز گسترده پهپادهای شناسایی و تمرین‌های نظامی برای تصرف سریع جزایر همه از سناریوی خبر می‌دهند که در آن دیپلماسی و جنگ به طور همزمان پیش می‌روند. به نظر می رسد یا این تحرکات بخشی از جنگ روانی برای امتیازگیری در میز مذاکره است یا مقدمه برای یک حمله غافلگیرانه. بر همین اساس ایران نیز اعلام کرده که برای هر دو سناریو آماده است و حتی احتمال بازگشت به درگیری را جدی‌تر از تداوم مذاکرات می داند. رسیدیم به آخر این بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت با شما خوش.